بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ابتدای جلسه یاد و خاطره همه شهدا، مخصوصا شهدای اخیر 18 و 19 دی‌ماه رو گرامی می‌داریم و وقایعی که اتفاق افتاده بسیار وقایع مهم و عبرت آموزی است، هم برای مردم هم برای مسئولین. اما یه نکته‌ای که نسبت به مسئولین باید گفت اینه که ما حضرت آقا هم که فرمودن آقا 2 برابر باید کار کنن که سر جای خودش. یه نکته دیگه هم از همراهی مسئولینه. حالا این یارانه و این کالابر که میدن که اینکه از باب انفال و مبناش فرق میکنه. اما نکته‌ای که هستش، مسئله برخیا اینجوری شده، مسئله یه داستانیه که طرف نون گرفته بود، رفت داشت میرفت خونه، دید یه نفر داره گریه میکنه. گفتن که خب آقا چرا گریه میکنی؟ گفت یه 2-3 روز غذا نخوردم، از گرسنگی دارم گریه میکنم. اینم شروع کرد گریه کردن. بعد گفت خب تو چرا گریه میکنی؟ گفت از گریه تو دارم گریه میکنم. گفت نمیخواد گریه کنی. گفت نون بده به من بده. گفت تا صبح بخوای گریه میکنم اما نون نمیدم. اینکه ما دستبوس مردم باشیم، اینکه خدمتگزار مردم باشیم، اون که وظیفمونه، اون که اصلا حقوق میگیرن که همین کار انجام بدن. اما همراهی هم میخواد. یعنی چی؟ یعنی باید سطح زندگی مسئولین به سطح زندگی مردم برسه. آقا چه اشکال داره رئیس جمهور محترم، رئیس مجلس محترم اینا دستور بدن که رستوران مجلس و ریاست جمهوری غذاهای معمولی بپزن؟ خب شما میدونم چه خبره دیگه، چه غذاهایی پخته میشه دیگه. آیا هر روز مردم جوجه کباب و چلو کباب ماهی میخورن مثلا؟ اینا اگر اینا دستور داده بشه و رسانه‌ای هم بشه هیچ اشکال نداره. برای همراهی با مردم حداقل 6 ماه 1 سال آقا غذاهای ساده طبخ میشه. خب اینا خیلی مهمه. یا حقوقا رو به مدت 6 ماه کم کنن. آقا من نمیدونم چه معیاریه که یک سخنگو باید 70 میلیون بگیره تازه اونم فیش حقوقیش، حالا اضافه کار و مزایا اینا بماند. خب ایناست که مردمو عصبانی میکنه. سلام علیکم. به یه نحوی دیگه آیا مسئولین ما از کالابرگ استفاده میکنن یا نمیکنن؟ و اگر کالابرگ استفاده نمیکنن یعنی همراهی ندارن. ما باید مسئول نظام جمهوری اسلامی باید مثل مردم مجبور باشه از کالابرگ استفاده کنه. خب اگه استفاده نمیکنه خب معلومه این همراهی نیست دیگه، همون تا صبح گریه میکنمه. یعنی مثلا نون بهت نمیدم اما تا بخوای گریه میکنم، دست مردم رو میبوسیم و اینه که تعارفه. عملیش اینه. اون وقت این حس عدالت وقتی که تزریق بشه به مردم، خب امید مردم بیشتر میشه. خیلی مهمه اینا. انشالله که شر اجانب داخلی و خارجی به خودشون برگرده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما در بحث دلیل عقل بودیم. خب یه 2 هفته فاصله شد که گفتیم که معنای عقل رو فی الجمله عرض کردیم. بعد اومدیم گفتیم عقل طریق یا حجت مستقله. کارکردهای عقل رو گفتیم 3 تا کارکرد داره. 2 تا کارکردش مورد اختلاف نیست. کارکرد سومش که درک حسن قبحه مورد اشکاله. امر بعدی بحث عقل نظری و عملی بود که عقل نظری اون چیزی بود که مما ینبغی ان یعلمه، عملی اون چیزی که به عمل میرسه. بعد منشأ این 2 تا عقل رو گفتیم یه اختلافی داره. بعضیا مثل مرحوم مظفر و اتباع و اساتید ایشون اینا قائلن که، یا مشهور بگیم که منشأ این 2 تا عقل یه چیز بیشتر نیستش، به خلاف بوعلی. بوعلی میگه که منشأش 2 تاست.
اینو گذشتیم. بعد رسیدیم به امر هفتم که همون حسن قبح عقلی باشه. ما گفتیم اونجا که محل اختلافه اون کارکرد استقلالی است که به حسن قبح عقلی برسه. حکم عقل بر چه اساسیه؟ عرض کردیم که عقل وقتی حکم میده یعنی ملاک رو متوجه شده، حسن یه امری رو متوجه شده، قبح یه امری رو چی متوجه شده. خب در اینجا باید اولا معنای حسن قبح عقلی رو بگیم، بعد در چند مرحله این بحث حسن قبح رو پی ببریم، ادامه بدیم. حسن قبح عقلی، عبدالرزاق لاهیجی میگه حسن قبح عقلی در مقابل شرعی میشه که میگه علما اختلاف دارن که آیا حسن قبح افعال عقلیه یا شرعی. عقلی بودنم که ایشون میفرماد اونه که میتونه عقل ممدوحیت و مذمومیت نفس الامر رو نسبت به برخی از افعال درک کنه اگرچه هم شارع وارد نشده باشه. در مقابلش که شرع حسن قبح امری رو مشخص مونه گرچه عقل ممکنه بهش نرسه. خب این فی الجمله تعریفی از حسن قبح. اما این که حسن چیه؟ قبح چیه؟ به تعبیر دیگه بازم نزاع و اختلاف بین امامیه و معتزله با اشاعره در کدوم حسن قبحه، اینم باید ما روشن کنیم. چون اگر ما نیاییم قشنگ تجزیه تحلیل کنیم اون محل دعوا و نزاع مشخص نمیشه. برای حسن قبح چند معنا بیان شده. معنای اول به معنای ملائمت با طبع. قبح به معنای عدم ملائمت با طبعه. مثل اینکه ما میگیم این منظر حسنه، جمیله، یا اون منظر، اون مثلا تابلو قبیحه. در حقیقت حسن قبح عقلی به این معنا برمیگرده به لذت و درد و الم و اینا. و چه بسا این لذت و الم حسن قبح در خودشی نباشه بلکه به واسطه چیه؟ آثارشه. مثلا خوردن دوای تلخ، آمپول یا هر چیزی که از عمل جراحی میگیم آقا حسنه، در حالی که خودش درد داره، خودش تلخه، ولی چی داره؟ به اصطلاح ملائمت داره. اینجا میگیم این امر حسنیه. این معنا مورد انکار اشاعره نیست. این اشاعره هم قبول دارن که آقا یه چیزایی هست ملائم با طبع یا ملائم با طبع نیست. و مدرک این معنا هم عقل نظریه. معنای دوم معنای کماله. یعنی وقتی که ما میگیم حسن یعنی کمال، وقتی میگیم قبح ضد کمال، عدم کمال. مثل این که میگیم العلم حسنون یا الجهل قبیحون. اینجا به اصطلاح یک وقتی آدم عالم میشه کمالی برای نفس چی میشه؟ پیدا میشه، به خلاف جهل. خیلی از مسائل اخلاقی ما همین قسمن، مثل شجاعت، کریم بودن، حلیم. حسنشون برای چیه؟ برای نفس دیگه، چون معاوضه خارجی که نداره که. نبودش هم نقصه برای نفسه. وقتی طرف کریم نباشه میگیم از جهت نفس مشکل داره و اینا از همون گزاره های ارزشی ما هستن. خب آیا این معنا هم مورد انکار اشاعره هست یا نیست؟ اینجا هم نه، اشاعره با این معنا هیچ مشکلی نداره، اونا هم قبول دارن. خب که هیچ به اصطلاح میتونه یه چیزی حسن باشه با توجه به اون به اصطلاح صفت کمالی بودنش. مدرک این معنا هم عقل نظریه بازم، چون کمال و نقص از اموری است که مما ینبغی ان یعلم، باید بداند، عمل نمیخواد بکنه. الان اینجا حالا دقت کنید، تو همین وقتی تقسیم میکنیم این تحلیل میشه، باز میشه، میریم وقتی کلمات برخی رو میخونیم میبینیم که توجه نکردن به همین تقسیم بندی که حالا ما 2 تا قسمشو گفتیم. نمونهشو نگاه کنید. خدا رحمت کنه استاد کل وحید بهبهانی رو، متوفای 1205. ایشون معتقده که اشاعره
عملا حسن قبح رو قبول دارن ولی لسانن مشکل دارن. به قول معروف اسمشو نمیارن اما خودشو میارن. بعد ایشون به اصطلاح مثال که میزنه میگه آقا، میگه و ظاهر ان انکارهم فی اللسان و فی مقام المخاصمه و الا اینا فهم به اصطلاح فی مقام الموعظه و تهذیب الاخلاق یصرحون بهما، تصریح میکنن و یؤکدون و یبالغون کما لا یخفی علی من لاحظ چی کتب الاخلاق، مثل احیاء علوم الغزالی، فتوحات، مثنوی، اینا رو نام میبره. خب سلام علیکم. ببینید ببین آقای مرحوم بهبهانی به چی میگه. خب ما الان گفتیم وقتی شما حسن قبح به معنای کمال بگیری اینا هم قبول دارن، یعنی تو مسائل اخلاقیشون هم میان میگن آقا شجاعت چیز خوبیه، آقا فلان امر حسنیه. پس اینجوری نیست که مرحوم بهبهانی تصویر کردن که آقا نه اینا فقط در لسان دارن انکار میکنن. خب اینم معنای دوم که به معنای کمال باشه، لذا توجیه مرحوم بهبهانی به نظر ما تام نیستش. معنای سوم که این معنا مورد اختلافه با اشاعره هستش، اینی که آقا بگیم عقل امری رو درک میکنه که باید انجام بده، که وقتی که انجام داد عقلا وی مثلا اون شخص رو، حالا اینجا یه اختلاف است بعدا میگیم ما، اونو مدح میکنن. خب خلاف اینه که آقا اگر این کار رو انجام داد خب به اصطلاح چیکار میکنن؟ مدحش میکنن، ولو اینکه ملائمت یا کمال هم نداشته باشه، یعنی معنی اول و دوم هم نیست، معنی اول و دوم هم نیست. این معنای سومه که مورد انکار اشاعره است. اونا میگن عقل نمیتونه حسن اشیا رو چیکار کنه؟ متوجه بشه. قبح اشیا رو متوجه، چه چیزی قبیحه چه چیزی حسنه، که برخی از یعنی اخباری هم همینم هستن، اخباری هم همینو میگن. یعنی مرحوم استرابادی اصلا میگه عقل اصلا هیچ راهی نداره به اینکه درک کنه مسائل یا مفاسد یا حسن قبح اشیا رو. نسبت این سه تا معنا هم میشه اون خصوص منوج دیگه. مورد اشتراکش اینه که یه فعلی هم به معنای حسن باشه، خب حسن باشه، مثل علم و احسان، هم ملائمت با طبع داره احسان چون باعث انبساط روحیه، هم اون صفت کمالی رو داره، خب هم حسنش رو درک میکنه دیگه. پس هر سه تا معنا میتونه باشه. مورد افتقارش هم اونجاییست که یه فعلی حسن داره یا قبیحه، مثل قنا. ببینید قنا اگر به معنای ملائمت باشه حسنه، اما اگر به معنای کمال باشه نه. کمال نمیدونم کمال داره یا نه. قنا آیا خوندنش این کمال داره یا نه؟ حالا نگید ما بعضی میگم داره، همین مورد اختلاف دیگه. ما میخوام اونجایی که عقل درک کنه کمال بودنشو، مثل چی؟ گزارهای اخلاقی. یا مثلا رد ودیعه. تو رد ودیعه قضیه کاملا برعکسه. الان به اصطلاح هیچ ملائمتی با نفس نداره، چون یه پولی حالا 1000 تومان نه، اگه چند میلیارد به آدم ودیعه بدن، نفس میگه چی؟ اگه رد کنی میگه برای چی رد کردی؟ پس هیچ به معنای ملائمت نیست، اما کمال داره، حسن داره. پس به این رابطه اینا چیه؟ عموم خصوص منوجه. مدرک یعنی به اصطلاح یا مدرک این معنای سوم عقل عملی که عرض کردیم. خب وقتی که این محل نزاع شد، این ادعاست. آقایون این اشاعره میگن که عقل نمیتواند حسن اشیا رو یا قبح اشیا رو درک کنه، ولو به نحو موجبه چی؟ جزئیه. ما این خب مهمه دیگه. یه ما میگیم همه رو درک میکنیم، ما همچین اعتقادی نداریم که همه چیز رو درک میکنیم، اما اینا موجب جزئی هم قبول ندارن. نکته اول اینه که آقا دلیل اینا چیه؟ به چه دلیل اشاعره میان چیکار میکنن؟ میگن که آقا هم چیزی نداریم. آمدی در الاحکام خودش 7 دلیل بر رد چی میاره؟ رد حسن قبح عقلی میاره. حالا برخی از ادله رو ما نقل میکنیم
وقتی ادله اون رو رد کنیم دیگه حرف خودمون ثابت میشه دیگه، لازم نیست دلیل اثباتی بیاریم دیگه. خب اینا قائلن که فی نفسه نه حس داره نه قب داره. شارع باید بگه، شارع هر چی بگه ما حسنه شارع حسنون. اشکال اول اینی که میگن آقا شما ملاحظه کنید وقتی نسبت به یه امری هم عاقلن دیگه، عقول در مصادیق با هم اختلاف میکنن. این که شما میگید که آقا عقل درک میکنه، این درکش نباید واحد باشه. یه عقل میگه فلان چیز حسنه، یه عقل دیگه میگه چی؟ فلان چیز همون قبیحه. بلکه یه عقل واحد یه زمانی که حالش خوبه مثلا میگه قبیحه، زمانی که حالش خوب نیست میگه چیه؟ مثلا حسنه. این به اصطلاح رو چه حسابیه؟ ما کدوم بگیریم؟ الان تو اختلاف عقول که یه چیزی میگن حسنه، آقا الان حالا مثال میخوام پیازداغش زیاد کنم به قول معروف. الان ما میگیم ربا حرامه، اما عقلای عالم میگن چی؟ ربا چیز خوبیه دیگه. الان تو 90% کشورها اصلا معاملشون ربویه دیگه. خب اینا عاقل نیستن؟ عاقلن دیگه. اگر یک طرفش انتخاب کنیم میشه ترجیح بلا مرجح. کدوم انتخاب کنیم؟ الف رو انتخاب کنیم یا ب انتخاب کنیم؟ پس اینکه آقایون و عقلا اختلاف دارن پس معلومه عقل حکم واحدی رو نداره. در پاسخ باید گفت که نگاه کنید، به نظر ما اینا عقل رو با هوای نفس و خیال و توهم اشتباه گرفتن. عقل به ما هو عقل اصلا حکمش واحده. خوب دقت کنید، یه فرقی رو ما بین عقل و عقلا میذاریم به این معنی. آقا میگیم دلیل عقل با مثلا بنا عقلا چیه؟ بنای عقلا این آقا ما میریم این عقلای عالم یه کاری رو انجام میدن، یه سیره است، یه بناست. اما عقل اصلا لازم نیستش که 100 نفر باشه، یه نفر هم باشه کافیه. میگیم آقا عقل حکم، اصلا جمع هم نمیاریم، عقول نمیاریم، لازم میگن دلیل عقل. دقت کردید تا حالا چرا نمیگن دلیل مثلا عقول؟ خب در حالی که ما مثلا روایات میگیم روایات، اجماع، حالا کتاب بازم مجموعه، بازم یه مجموعه. ولی وقتی دلیل عقل رو میگیم مفرد میاریم، یعنی یه نفرم که باشه کافیه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که آقا شما توجه نمی کنید اینکه حکم عقل چیه، مقدماتش چیه. چه بسا برای رسیدن به یه حکمی عقل مقدمات داره طی میکنه دیگه، در این مقدمات دچار مشکلن. این اگر توجه نکنه بله اختلاف میشه. اگر شما الان مثلا این مباحث فتنه دیگه، اگر یه جوری تصویر کنیم یه جوری دیگه باید حکم کنیم، اگر یه جوری تصویر کنیم اصلا حکم عوض میشه. یعنی مسئله رو تصویر سازی ما عوض میکنه. چنانچه رسانه‌های بیگانه این کارو میکنن، برای برخی میگن آقا حق و فلان و این حرفا، در حالی که اصلا میگیم این تصویر نبوده. اصلا از آقای اشاعره شما نسبت به نظم مگه نمیگید اختلافه؟ یه مثال بزنیم، نظم حسن است یا حسن نیست؟ کدوم عقلی میگه نظم حسن نیست؟ عقلا هستن اینجا دیگه، عقول اینجا تشریف دارن. نظم، خود اصل نظم آیا میشود نظم قوی باشد؟ مثلا معنا نداره بگیم قویه. پس این که شما میگید با نظر ما فرق کرد، یعنی شما اومدید هوای نفس و خیال بیشتر در نظر گرفتید. یه پاسخ دوم هم داریم که در اشکال دوم اینو بیشتر بیان میکنیم، اون تو اشکال دوم به اصطلاح پرورش میدیم. سلام علیکم. پس این از جواب اشکال اولشون. اشکال دومشون اشکال نقضیه. میگن نگاه کنید ما اصلا قبول کردیم عقل واحد حکم میکنه، اما برخی از موارد وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم در یه زمانی حکم به حسنش داده شده، در یه زمانی دیگه حکم به قبحش داده شده. مثل راستگویی، مثل دروغگویی دیگه. اینه که نمیتونه انکار کنه شما عدلیه امامیه. آقا یه جاهایی صدق حسن است، یه جاهایی همین صدق چیه؟ قبیحه.
مثل اینکه مثلا من میخوام جای پیغمبر رو نشون بدم، برای چی؟ که میخوام بکشنش. این راستگویی بدترین دروغه. اینی که قبول دارید یا نه؟ خب اینجا عقل مگه حکم به قوبش نمیکنه در اون جایی که چیز داشته باشه؟ خب آمدی هم یه مثال میزنه، مثال قشنگیه. میگه که آقا اگه یه نفر بیاد الان به شما بگه که من فردا میخوام دروغ بگم، خب فردا میاد. خب سال اگر دروغ بگه، خوب درک کن، اگر دروغ بگه راست گفته یا راست نگفته؟ گفته فردا میخوام دروغ بگم دیگه. حالا فردا اومد دروغ گفت، راست گفت یا نه؟ راست گفته دیگه. سوال این کار خوبیه؟ قبیح هست یا نه؟ قبیحه دیگه. با اینکه راست گفته قبیحه، نباید دروغ بگه. اگر دروغ نگه راست بگه بازم چیکار کرده؟ ها؟ دروغ گفته. یعنی دوورش مشکل داره. پس شما نگاه کنید آقا یک کلام هم میتونه متصل به قوب بشه، هم متصل به چی بشه؟ حسن بشه. آقا اینجوری که جور در نمیاد. پس معلومه عقل اینو درک نمیکنه. ببینید برای پاسخ به این اشکال خب چندین پاسخ دادن دیگه. یه پاسخ اینه که میگه نگاه کنید شما برای متعلق حکم عقل چیه؟ برخی از امور هستن که متعلق حکم عقل تغییر نمیکنه، حکم علت رو داره برای اون حکم. تا این علت هست حکم اصلا قابل تغییر نیست. مثل ظلم. آقا ظلم حکم علت داره برای قبح، در هیچ زمانی تغییر پذیر نیستش. وقتی تغییر نمیکنه خب شما تا قیامت هم برید ظلم قبیحه. یه موقع نه متعلق اون امر اقتضایی داره، یعنی اقتضا دارد که قبیح باشد، اقتضا دارد که چی باشد؟ حسن باشه. مثلا صدق و کذب. صدق و کذب اقتضای حسن داره، اقتضای قبح داره. برخی از امور هم هستن که نه علت نه اقتضا داره، مثل خیلی از مباحات. آقا مباحات چرا میگیم آقا میشه انجام داد دیگه، نه واجب نه حرام نه مکروه نه مستحب. مثلا عقل هیچ حکمی هم نسبت بهش نداره. مثالی که شما زدی یا اشکال نقضی کردی نسبت به این قسم دومه. بله ما هم میگیم که در اون اموری که اقتضا هست عقل چی متفاوت حکم میکنه. یه زمانی حکم به حسن میکنه، یه زمانی هم حکم به چی قبح میکنه. اما در قسم اول نه، اصلا این حرفا نیستش که شما اونجا همچین چیزی نمیتونه بگید. هیچ جا نداریم که شما یه مثال بیار که ظلم باشه. ببین بازم ممکن این تصویرش مهمه دیگه، چه بسا ما تصویر اشتباهی کنیم برعکس کنیم. اما اگه ظلم باشه ظلم همیشه قبیحه، عدل همیشه حسنه. این یه پاسخ. پاسخ دوم، پس ببین با تفکیک بین متعلق، خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه که اینم حق بزرگی به گردن شیعه داره بلکه به علمای اسلام داره، چون در زمان حمله مغول یکی از کسانی که نذاش زیاد علما کشته بشن و ولو از اهل سنت خواجه نصیر بود. خیلی تلاش کرد نجات میداد علما رو و یک کاری کرد. این یه از اون فراست و ذکاوته. حالا دقت کنید ممکنه اون زمان ما الان داریم مدحش میکنیم، ما اون زمان خب خیلی بهش تهمت میزدن دیگه، آقا علمای درباری شده و این حرفا شده. اما الان که نگاه میکنیم میبینیم آقا چقدر فرق کرد. او باعث شد که خیلی چیزا تغییر کنه. ایشون در جواب این اشکال نقضی ایشون قائل نیست که متعلق اقتضاییه، میگه نه کذب همیشه قبیحه، راستگویی همیشه چیه؟ به اصطلاح حسنه، حسن داره. خب آقای خواجه شما در اینجا چیکار میکنید؟ میگه نگاه کنید اینو میره تو باب، شما بردی تو باب تزاحم. وقتی تو باب تزاحم رفت یکی از موارد تقدیم متزاحمین چیه؟ اهم بودنه. آقا شما میبینید که یکی قبیحه که اقبحه،
خب کدوم باید مقدم کنیم؟ کدوم باید انجام بدیم یا انجام ندیم؟ یکی حسنه یکی احسنه. وقتی در تزاحم به هم خورد، شما اونجا دیگه راستت چی میشه؟ میشه عقبه. ببین راستت میشه چی؟ عقبه. کذبت دیگه اون به اصطلاح نسبت به راست قبیح میشه. این کذبه قبیحه، کذبه قبیحه. اما میره رفته تو چی؟ تو باب تزاحم. وقتی تو باب تزاحم هم رفت، ما اقل و قبیحین رو میگیریم، قبیحین رو میگیریم. البته اگه مثلا یه قیدی هم ایشون میزنه، میگه در این جور موارد اگه توریه امکان داشته باشه باید توریه کرد. یعنی تا زمانی که توریه امکان داره دیگه نباید به اصطلاح سراغ این کار بریم. بعد البته آقای صبحانی حفظه الله، ایشون سخن خواجه رو مبتنی بر ذاتی بودن و اینو نسبت به قوپ کذب و حسن صدق نمیپذیره. میگه همون که عرض کردیم که اینها بر یک منوال نیستش، بعضی جا علته، بعضی جا هم چیه؟ اختزاس. خب حالا میخوایم یه خورده بازش هم کنیم این نقد آقای صبحانی رو که ببینید اگر عقل حسن یا قوپ یک امر رو درک کرد، دقت فرمودید اینجا وقتی دو تا امر با هم تضاهم پیدا کردن دیگه عقل، خوب دقت کنید به نظر ما الان تصویر کنید، الان من مواجه شدم با کسی که اگر راست بگه جان پیغمبر در خطره. خب جان پیغمبر در خطره، آقای این اگه حسن باشه مگه نگفتی صدق همیشه حسنه دیگه؟ من درک میکنم دیگه این حسن نیست دیگه اصلا. پس این میخوام مؤید حرف آقای صبحانی اینه، اینجوری میخوام تحلیلش کنیم. وقتی اینجا میبینم اگر این راست رو من میخوام بگم، نمیگم حسن است ولی یه چیز دیگه اومده جلو اینا گرفته، میگم این راست دیگه حسن نیست، اصلا درکی ندارم. من خودم وقتی مثلا یه چند لحظاتی خلوت کردم ببینم در اینجا آیا عقل من درکی داره از حسن این مطلب یا نه، من حسنی ندیدم. حالا شما امتحان کنید که آقا مثلا اگه راستی بگیم، چون ایشون میگه نه ذاتیشه تکون نمیخوره، فقط تو تزاحم اقل و قبیحین رو میگیریم ما. خب اینجا من درکی ندارم دیگه. اگر راستی باشه که جان پیغمبر در خطر باشه، اینجا عقل اصلا میگه حسن ندارد، پس معلوم میشه اون جایی که من میگم حسن دارد پس اقتضاییه، پس حق با امثال آقای صبحانیه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، آقا اینو اشاعره میگن آقا کوتاه نمیاد شما، میگیم نه. میگه قرآن قبول دارید یا نه؟ میگه بله قرآن حتما قبول داریم. میگه قول به حسن قوپ عقلی با قرآن در تناقضه. قرآن اونم نصه، بحث تعویل هم نمیشه برد. کجا؟ خوب دقت کنید. میگیم آقا اگر شما قائل به حسن قوپ عقلی باشید و این حسن قوپ به حکم شارع نباشه، یه لازمه ای داره، اونم تعارض و تناقض با قرآنه. خب امری هم که با نص قرآن در تعارض باشه معلومه که اون هم صحیح نیست دیگه. حال بیان تعارض چیه؟ میگه شما در دو تا سوره دو تا آیه داریم، سوره مبارکه اسراء آیه 15 ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. این آیه رو کجا استفاده میکنیم آقا؟ یادتونه؟ در چی؟ در براءت. در براءت این یکی از آیاتی که استفاده میکنیم. بعد جناب شیخ دلالتش رو میپذیره نمیپذیره؟ نمیپذیره. آخوندم نمیپذیره، گرچه میگه اینجا ازهر آیاته. آخوند شیخ رحمت الله علیه 6 تا آیه میره، هر 6 تا رو میگه نه در مقام بیان نیستن. آخوند خدا رحمتش کنه یه آیه میگه ازهر آیاته، اینم بازم دلالتی نداره. این یه آیه، یا آیه بعدی سوره نساء آیه 114 رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله مثلا چی؟ حجتون بعد الرسول، حجتی نباشه. حالا این دو تا آیه چه دلالتی دارن؟ به نص این دو تا آیه عذاب و اتمام حجت بعد از رسوله، یعنی تا رسول نیومده حتی نبعث رسول ما کننا معذب، مثلا عذاب نمی کنیم. در حالی که شما میگید اگر حسن قوپ عقلی باشه، فرض میکنیم قبل از رسول هم اگر شخصی عمل قبیح انجام داده باشه باید چی بشه؟ عذاب بشه دیگه.
در حالی که میگه من کاری ندارم عقل شما چی میگه، هرچی رسول گفتن. اگر رسول اومد شما گوش نکردید عذاب میدیم، اما اگر نه رسولی نبود، بر فرض میکنیم دیگه، خب خدا کاری به عقل شما نداره. لذا این به اصطلاح مبنای شما با این دوتا آیه در تعارضه. اتمام حجت با رسوله. شما خیلی برمیگه آقا ما به دلیل عقل ثابت میکنیم، کجا ثابت؟ رسول باید بیان تا اتمام حجت بشه. عقل به درد نمیخوره. حتی خوب دقت کنید، به عنوان جزء علت هم نمیگه آیات ها به ظاهرش، اینا میخوام بگن ها، میگن تمام علت همینه. اگه میگفتن جزء علت، خب یه قدم اومدن به طرف ما، اما جزء علت هم نیست دیگه. آیه صراحت داره که آقا لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. حالا ممکن اصلا ما تو جوابا نیوردیم، ما این که ما بگیم این رسول مثلا عام از رسول ظاهری و باطنی، نه، با ظاهر آیه نمیسازه. اینا کاملا مشخص مناسبت حکم موضوع، رسول ظاهری هستن، رسول باطنی نیستن. گرد اون روایات داریم که ممکن کسی اونجا بگه نه اونو ما قبول نداریم. عرضم بود شما که چند تا پاسخ به این اشکال داده میشه. میگه نگاه کنید آیه چی میگه. میگه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما ادعامون چیه؟ ما میگیم آقا عقل درک میکند حسن یه امری را، قبح یه امری را. حالا اگر طرف عمل کرد استحقاق عقاب پیدا میکنه. یعنی اگر عقل حکم کرد که آقا این نباید بخوری، آقا این مثلا خبیثات عقل میگه نباید بخوری، قبیحه، اینجا استحقاق عقاب داره و اثرش هم در کجاست؟ در آخرته. یعنی اگه توبه نکنه، حالا با دیدش دیگه، یعنی شخص به حکم ملازمه میگه این خبیث قبیحه، خب نباید بخورم، ملازمه اصلا قبول کنیم، ما نرسیدیم ما، ولی اونجا باید بحث کنیم، میگیم کار حرامه. وقتی این کار حرام شد، این عذابش در کجاست؟ در آخرته. در حالی که آیه محل بحث هم آیه اول ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، این عذاب دنیویه و این ما کنا معذبین یه اصلا عذاب دیگه‌ای، عذاب دست جمعی امت هاست. یعنی امت هایی بودن خب که ما به خاطر گناهان خیلی سختشون، اونم انکار انبیا، و تا اونجا که یادمم هست، تا اونجا که تو قرآن ها حالا اگه هست بفرمایید که انبیا درخواست عذاب کردن. یعنی تمام موارد که من تو ذهنم هستش، حضرت صالح، هود، حضرت نوح، حضرت موسی، اینا همه خود انبیا درخواست چی کردن؟ عذاب الهی کردن. خدا هم بازم مستقیم وارد نشده. خب اینجا مربوط به دنیاست. یعنی آقا این میگه ما امتهای گذشته رو دست جمعی، ببین دست جمعی عذاب نکردیم مگر اینکه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، تا رسول بیاد اتمام حجت بشه. با آیه دومش وقتی اتمام حجت شد همه رو چیکار کنیم؟ مثلا از بین ببره. اینجا جناب شیخ رحمت الله علیه میفرماید که این آیه که وقتی میخواد براءت رو نفی کنه، اینجا میگه آقا ظاهر اخبار به وقوع تعذیب امتهای گذشته این اختصاص به عذاب دنیوی داره که عموم سابقه هم هستش. این هم شاهدش، شیخ هم اینو میگه دیگه. در تبیین این جواب به اصطلاح یه خورده باید تحلیلش کنیم این پاسخ رو. ببینید این آقایون خوب دقت کنید، تو کلام منم بود، اومده بودن فرض کرده بودن که آقا یه زمانی رسول نیستش، عقل هستش، بعد عقل اگر حکم کنه هیچ اتفاقی نمیفته. همینجا اولین اشکال اینجا باید باشه به نظر ما. آقا کی چه زمانی بوده که عقل بوده و رسول نبوده؟ اولین آدم کی بوده؟ حضرت آدم دیگه. حضرت آدم عاقل بوده یا نه؟ حالا این قطعش کنیم. یه لحظه